بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، موضوع امروزه درباره امام مهدی است. و امام مهدی کی است؟ امروز خواستم که برای شما از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره امام مهدی کمی صحبت داشته باشم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی. یعنی میگه دنیا نابود نمی شود تا وقتی که عرب ها دارای یک مرد می شوند که او از اهل بیت من است. یعنی یک وقتی می شود که از عرب مرد می براید که او از اهل بیت من است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یواطئ اسمه اسمی، یعنی وی هم نام من است، نام وی مثل نام من است، یعنی نام وی محمد است. و در روایت دیگر آمده است که یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، یعنی نام وی مثل نام من است، یعنی هم نام من است، محمد نام دارد، و نام پدرش مثل نام پدر من است، یعنی نام پدرش عبدالله است. و در روایت دیگر می آورد که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید المهدی من عترتی من ولد فاطمه، یعنی مهدی از خانواده من است، از نسب من است، از شاخه های من است، از فرزندان فاطمه رضی الله عنها است. یعنی نشانه های مهدی چگونه است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را نیز از نشانه های مهدی با خبر کردند. و قال النبی صلی الله علیه و سلم قال المهدی منی اجل الجبهه، یعنی میگه مهدی از اهل بیت من است و پیشانی مهدی میگه پیشانیش موی کم دارد، یعنی موی پیش سرش کم است. اقن الانف، و نشانه دویمش همین است که میگه بینی باریک و دراز دارد، یعنی بینیش پایان و یا اینکه بالا نیست، بینی باریک و زیبا دارد. یملأ الارض قسطا و عدلا، و در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گفتند که زمین را همین مهدی پر از عدل میکند. کما ملئت ظلما و جورا، یعنی پیش از این، یعنی پیش از مهدی در زمین ظلم و ستم بود. وقتی که امام مهدی می آید عدل و انصاف را در روی زمین جاری میکند. یملک 7 سنین رواه ابو داود، یعنی امام مهدی 7 سال در روی زمین در بین مسلمان ها همین عدل را جاری میکند و حکمرانی میکند. 7 سال در روی زمین. و اینکه کی می براید امام مهدی؟ از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یخرج فی آخر امتی المهدی، یعنی در آخری امتی من، یعنی پیش از فرامدن عیسی و پیش از خروج دجال مهدی می براید. یسقیه الله الغیث، یعنی الله برای او، یعنی پیش از برآمدن مهدی از آسمان باران نمی بارید، قحطی بود، زمین رستنی نمی برآورد. الله وقتی که امام مهدی را میفرستاند پس برای مهدی باران را هم چیکار میکنه؟ عطا میکنه. آسمان امر میکند که باران ببار. وقتی که باران بارید زمین رستنی میبرارد. و تخرج الارض نباتها، یا زمین حاصل خود چیکار میکند؟ میبرارد، رستنی خود را میرویاند. و یعطى المال صحاحا، یعنی مال با مردم برابر تقسیم کرده میشود، مال زیاد میشود. و در دوام چی گفتند؟ و مال یعنی چاروا زیاد می شود. همه نمودی چارما، رمه، همه نمودی چاروا زیاد می شود. و تعظم الامه، و در دوام گفتند که امت من یعنی زیاد می شود، بزرگ می شود. یعیش 7 او 8، و همین مهدی زندگی می کند در بین شما 7 و اینکه 8 سال. و شاید بعضی از شما سوال کنین که آیا امام مهدی خودش میدوند که وی امام مهدی است و یا که نه؟ در جواب باید گفت که نه برادر عزیز، امام مهدی نمیدوند. چگونه که امروز شیعه ها میگن که وی حال و وجود دارد و در یک غار پنهان شده است و فلان فلان و دیگر روایت هایی که میارند، همگی آنها قابل قبول نیست و ضعیف است. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلة،
یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مهدی از اهل بیت من است. الله او را آماده میکند، توفیق میدهد. برای چی؟ برای خلافت راهنماییش میکند، برای جنگیدن با دجال و با کفار. در کی؟ در یک شب، فی لیلتین. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرکم المهدی تعال صلی بنا. یعنی میگه هنگامی که مهدی را دجال با لشکر خود احاطه کرده است در یک قلعه در دمشق، پس باید فردا میگه مهدی چیکار کند؟ به جنگ برآید. در همین حال فرداش در نماز صبح الله کی را میفرستد؟ حضرت عیسی علیه السلام را. و امام مهدی به حضرت عیسی علیه السلام میگه که بیا نماز گزار برای مردم. حضرت عیسی علیه السلام میگه که نه، برخی از شما امیر بعضی از دیگرانتان هستید. یعنی امیر از شما است، امام از شما است، نه از من. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی امت پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکنه؟ گرامی میداره، قدردانی میکنه. و در حدیث دیگر از ابو سعید خدری میگه که روایت میکند من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از من و یا اینکه از امتی من مردی هست که عیسی پسر مریم از پس وی چیکار میکند؟ نماز میخواند. و در روایت دیگر میگه که ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یعنی خوش خبر برای شما میدهم که مهدی فرستاده می شود از بین شما، یعنی از بین شما ظهور میکند در حالی که مردم اختلاف دارند و در زمین جنبش های هست. پس مهدی میگه زمین را آباد میکند در حالی که پیش از مهدی در زمین جور و ظلم ستم بود. و یرضى عنه ساکن السماء. و از او راضی می شود از کی؟ از امام مهدی اونهایی که در آسمان و در زمین هستند. یقسم المال صحاحا قال له رجل ما صحاحا قال بالسویه بین الناس. یعنی مال تقسیم میکند. میگه مرد پرسید که ما صحاح، یعنی صحاح چیست؟ یعنی مال را تقسیم میکند در بین مردم. چیکار میکند؟ برابر تقسیم میکند. و الله دلهای امت محمد صلی الله علیه و سلم پر از بی‌نیازی میکند. در دوام گفتند دیگر امت محمد صلی الله علیه و سلم به احتیاج می شود. حتی منادی را امام مهدی امر میکند که فریاد کن من له فی مال حاجه. منادی فریاد میکرد است که آیا یگان کس به مال حاجت و احتیاجی دارد؟ این در زمان مهدی است. فما یقوم من الناس الا رجل. پس از بین همون قدر مردم مرد میخیزد. پس امام مهدی برای اون مرد میگوید که برو به نزد خزینه دار. وقتی این مرد به نزد خزینه دار، یعنی به نزد بیت المال می رود، خزینه دار به او میگوید درو، یعنی به بیت المال درو و جمع کن برای خود مال را، یعنی چی قدری میخواهی بگیر. پس میگه این مرد میدراید اون قدر مال زیاد میبینه، مال بسیار برای خود جمع میکنه و بیرون میبراید میبیند که مال زیاد گرفته است. پس پشیمان میشود، میگه که یکی از امتهای محمد صلی الله علیه و سلم هستم که بدنفس هستم و میخواهد مال را برگرداند. میگه فیرده فلا یقبل منه فیقال له. پس اون صاحب بیت المال چیکار میکنه؟ یعنی خزینه دار دویم باره مال قبول نمیکنه و میگه که ان لا ناخذ شیئا اعطینا. ما وقتی که دادیم دویم باره اون مال چیکار نمیکنیم؟ قبول نمیکنیم. فیکون كذلك 7 سنین او 8 او 9. پس میگه امام مهدی زندگی میکنه 7 یا 8 یا 9 سال در روی زمین. ثم لا خیر فی العیش بعده. پس میگه بعد امام مهدی زندگی خوبی نمیشه، یعنی بعد وفات او زندگی خوبی نیست در زمین. یا در روایت دیگر میگه که خیری نیست در حیات بعد وی. لا خیر فی الحیات بعده. یعنی بعد از او در روی زمین باز قشاقی و ظلم ستم رواج میگیرد. این بود مختصر در باب امام مهدی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. از همه برادران و خواهران معذرت میخواهم که کمی سراسیمه صحبت کردم، زیرا اکثر شما وقت ندارین، یعنی وقت کم است برای شما. از همین خاطر کمی عجله کردم در صحبت و از الله سبحانه و تعالی معذرت میخواهم برای اشتباهات خود و از همه برادران و خواهران خود التماس دعای خیر دارم در حق ما بنده های گناهگار و در حق ما بنده های ضعیف.
دعای خیر را فراموش نکنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.